با سلام. در غربت اگر مرگ بگیرد بدنم را، کی غسل دهد یا که بدوزد کفنم را؟ تابوت مرا جای بلندی بگذاری، تا باد برد سوی وطن بوی تنم را. با سلام و درود فراوان بر حق جویان وصال حق. امیدوارم که حالتان خوب باشد. مرا ببخش اگر جسارت می کنم، بدین وسیله خواستم تا راز قلبم را برایت فاش کنم. از وقتی تو را دیدم آقای انصاری، عاشق صحبتت شدم. نمیدانم این یک خواب است یا یک بیداری، فقط این را میدانم که نگاه من به تو و نگاه خشمگین تو به من خنده می شود. منظورم از این حرف این است که دوستت دارم. روزها از پی هم میگذرند و فراموش میشوند، ولی ای حافظان دین اسلام، هیچ چیز شماها را از یاد من بیرون نمیبرد. ببین، باری دیگر سال نو فرا رسید و بر تن همه درختان بهار زندگانی پوشانیده است، به جز بر درخت زندگی من که هر روز برگی از آن میافتد و هیچ وقت برگ تازه‌ای بر آن نمیروید. و من تو را هنگامی که همه دریاها خشک نشدند و همه تخت سنگها بر اثر حرارت خورشید ذوب نگشتند دوست خواهم داشت. از همه مجریان زحمتکش وصال حق بی نهایت سپاسگزارم که همیشه برای ما زحمت فراوان میکشند. ای کاش ما هم مثل شماها بودیم. خدا حفظتان کنه. درخت غم به جانم کرده ریشه، به درگاه خدا نالم همیشه. عزیزان قدر یکدیگر بدانید، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه. من از ایران تماس میگیرم. خورشید جابجا هستم. از برنامه شما هم بی نهایت سپاسگزارم. با کمال تشکر. خدا نگهدار. تشکر از برادر عزیزمون. امیدواریم که خورشید توحید و یکتاپرستی همیشه در زندگی شما بتابه و شما در دنیا و آخرت به یاری الله سبحانه و تعالی رستگار و پیروز باشید.